در شهر کابل پایتخت افغانستان، سازمان دیدبان حقوق بشر امنستی اینترنشنال و یا عفو بین الملل گزارش پخش نمود. بر پایه این سند شمار از نزدیکان افغان‌های ملکی که در نتیجه حمله‌های هوایی ایالات متحده آمریکا به هلاکت رسیده‌اند، نمی‌توانند جبران این تلفاتشان را دریافت نمایند. سازمان از ایالات متحده آمریکا تقاضا کرده است که قبل از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، یعنی تا آخر سال روان، تمام قضیه‌های کشتار افراد آسایشته از جانب نیروهای ایالات متحده آمریکا را تحقیق کند. عفو بین الملل همچنان از حکومت افغانستان دعوت کرده است که هنگام امضای هر گونه سازش امنیتی با ایالات متحده آمریکا کفالت گیرد که سرباز آمریکایی برای کشتار افراد ملکی به جوابگری کشیده شوند. در شهر شمالی بانوی پاکستان، پیران قبیله های ولایت شمال وزیرستان با منصبداران ساحه معارف تحصیل کودکان از عائله های فراری را بررسی کردند. پیران میگویند کودکان زیادی از ماه ایون به این طرف از تحصیل محروم می باشند. در آخر ماه می سال روان ارتش پاکستان در این منطقه عملیات بر ضد جنگجویان اسلامی را آغاز نمود. در این مدت تخمیناً 1 میلیون نفر به ترک مکان دائمی زیستشان وادار شده اند. در پایتخت پاکستان شهر اسلام آباد باشد، در عرفه اعتراضهای دست جمعی مقامات در اکثر راه‌ها مانع گذاشتند. تخمین می شود که در روز استقلالیت پاکستان 14 آگوست ده‌ها هزار طرفدار مخالفین با طلب استعفای سروزیر نواز شریف به کوچه ها می برآیند. با گفته مخالفین، شریف توسط تقلب در انتخابات سال 2013 پیروز شده است. در پایتخت اوکراین شهر کیف کوچه کرشاتیک برای رفت و آمد نقلیات باز شد. این کوچه را ماه نوامبر سال 2013 هم در روزهای اول آشوب ضد پرزیدنت ویکتور یانوکوویچ بسته بودند. این کوچه میدان استقلال کیف را هم عبور می‌کند. خادمان شهرداری سنگرهای آن را که با نام یورو میدان مشهور شده بود، رفع می‌نمایند. هفته گذشته باشندگان میدان با پلیس و خادمان شهرداری مقاومت نشان داده بعضی سنگرها را حفظ کرده بودند. در پایتخت مولداوا شهر کیشینیوف، گروهی موسیقی‌نوازان جوان به اصطلاح فلش ماب تشکیل کرده به یک رهگذر چوب دادند تا ارکستر آنها را رهبری کند. همین طریق موسیقی‌نوازان اوورتور ازدواج فیگاروی ولفگانگ امادیوس موزارت را نواختند. اعضای ارکستر میگویند هدف آنها دعوت مردم به بردن حلاوت از زیبایی می باشد.